به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، ما در اطراف علامت‌های قیامت و نشانه‌های قیامت صحبت می‌کردیم. امروز هم یک چند علامت رو برای شما بازگو می‌کنیم تا اینکه صدق نبوت محمد صلی الله علیه و سلم رو باز بسیارتر دریافت کنیم و ایمان ما زیاد شود. اینکه پیامبر 1400 سال پیش درباره این چیزا ما رو خبردار کرده بودند. از جمله حدیث دارن پیامبر میگن که صنفان من امتی لم ارهما، یعنی که دو گروه از امتم هست که من حالا اینا دیدگی نیستم، شاید دریافت کردگی نیستم، شما هم شاید دریافت نمیکنید، لیکن آینده اونا خواهند آمد حتما. از جمله میگن که نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجد من مسيرة كذا وكذا. خب اینجا حدیث برای ما میگه که در آخر زمان فحش، فاحشگی، زنا، حلال دانستنی بی‌حجابی نشر خواهد شد. از جمله اینجا پیامبر چه که در حدیث گفتن که یک صنفی از امت من حالا خواهد آمد که نساء، یعنی که زنهای پوشیده برهنه هستند. یعنی پیامبر اونها رو وصف کردن، گفتن که کاسیات، یعنی کاسی از جهت معنای پوشیده هست، اما با عاریات هستند، یعنی هم در یک وقت هم پوشیده هم ناپوشیده هستند، که این همه حاضر لباسایی که زنها میپوشند و تمام جزئیات بدنشون و تمام جاهای حساس بدنشون برای مردها جلوه میدهد. بنابراین پیامبر اون گفتن که عاری هست، یعنی که لوچ هست، این لباس لوچ است. بنابراین وقتی که یک از این نمود لباس پوشی رو برهنگی گوید، نباید انسان خفه شود، چون که پیامبر این چیز وصف کردن. پیامبر گفتن که این لباس پوشی نیست، بلکه این برهنگی هست، به نام لباس پوشی است. مائلات ممیلات، یعنی خودشون مائلن به فحش، مائل هستند به حرام، مائل هستند به سرکشی امر خدا. و ممیلات یعنی دیگرها رو نیز به همین جوی خودشون دعوت میکنن، دیگرها رو نیز به خود به فحش و به حرام و به زنا مایل کننده هستند. که یکی دیگر از علامت های این زنها این است که بالی سراشون موسراشون جمع میکنن، رنگی که همون کوهان شتر باشد. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، یعنی اینا ما دیدیم در حقیقت که زنها مثلا همون موهاشون جمع میکنن، بالی سرشون میورن، خب که خودی همون کوهانی شتر است. حدیث ابو هریره است که پیامبر علیه السلام میگن که اگر تو عمرت دراز باشد و احتمال است که تو دیده توانی انسانهایی را خواهی دید که اونها پگاهی تا بگاهی در خشم خدا، از بگاه تا سحر با در خشم خدا هستند و در دست اونها تازیانه است که مثل دومیگاو قفسی دارند. یعنی اینجا پیامبر علیه السلام خطرناک بودن این کار رو میگن، یعنی که چنان ظلم و ستم نشر میشود که مردم رو به همین نمود تازیانه ها ظلم میکنه. تا اینجا حالی نگفتن که کسی رو شکنجه کرده است، فقط همون وصف اینا دارن که در دستش همین چیز دارد. یعنی انسانی که هم صباح هم بیگاه هم صبحگاه هم بیگاه در خشم و غضب خدای تعالی است، چرا که بنده های خدا را ناراحت میکند، بنده های خدا را شکنجه میکند، بنده های خدا را میزند، بالی اونها زورگویی میکند، بالی اونها دشنامتی میکند، اونها رو تحقیر میکند، انسانیتی اونها رو زیر پا میکند، انسانیتی خشتبار اونها رو زیر پا میکند، حقوق اونها رو زیر پا میکند. بنابراین پیامبر گفتن که اونها همیشه در غضب الله تعالی هستند، که اینم در حقیقت معجزه هست. چه گفتیم این نمود تازیانه ها فقط در همین سالهای نزدیک پیدا شدند، اینکه در همین نیمه دوم شاید که عصری 20 پیدا شده باشد. حدیثی که به همین معنا نزدیکی است، حدیث پیامبر میگه که لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش وقطيعة الرحم، یعنی قیامت نمیشه تا اون زمانی که فحش و بدزبانی زیاد نشود و قطع رحم و علاقه کندن با خشتبار زیاد نشود. خب این اینجا پیامبر کلمه فحش رو استفاده بودن که فحش بسیارتر این بدزبانی رو میگن. این بدزبانی یک زمینه و مقدمه هست برای بدی اخلاق. وقتی که بد اخلاقی پهن شد دیگر برهنگی پهن میشه، یعنی که بیناشون یک تلازمی هست، یعنی که اینا یک خواهر و دادر هستند. جامعه‌ای که در اونجا بدزبانش امروز دیدی شدیم، مثلا همین شبکه‌ها رو ببینید برادرها، چقدر انسان‌ها بدزبان هستند. یعنی انسان‌ها رو چنان با یک شکل دشنام میدن، شر نداشته. در اونجا مثلا زن‌ها هستند، شاید با پیرانسالا هستند، جوان‌ها هستند، اینا هستند، یعنی یک دشنامایی میتونن که شاید در اولا این چیزا نبود. و این زمینه گفتیم برای چی است؟ برای برهنگی است. این مردم به درجه بعد از بدزبانی به برهنگی داده میشن که برهنگی خودی که یک چیزی عادی باشد
و همون لباسی که میپوشند مثلا لباسهای غیر شرعی خود را حلال میدانند، یا اینکه اقلا نمیدونن که این چیز حرام است، چنان به حلال آموخته میشوند که فکر میکنن که این چیز حرام نیست. یعنی اگر حاضر بعضی شاید که بعضی عائله ها رو گویا که خیلی نپوشن، شریعت میگه که باید دختر فلان جاش پوشته باشد، بیسمنداش پوشته باشد، شریعت میگه که دختر باید سرش پوشد، میگه که فرقش چی؟ میگه این آزاد است، انسان باید عملی خیلی لباس پوشد، لباسی هر کی آزاد است میگه در لباس پوشش. نمیدونید که اینجا قانون خدای تعالی رو زیر پا کردی شده است، قانون پیامبر زیر پا کردی شده است، نادیده گرفته شده است و به درجه فهم غلط پیدا میشد که تا سخن خدا، فرض خدا لباس بیگانه معرفی میشود. فرضی که پیامبر برای امت فرض کرده‌اند، یک چیزی که برای امت چیز لازمی دانستند، میگن که لباس بیگانه است. یعنی لباس بیگانه رو میگن از خود میکنن، میگن لباس خودی است، و لباسی که شریعت گفته است و لباسی که آچه هاشو میپوشند برای اونا بیگانه میشود. یعنی که فهم چنان فهمی غلط میشود. مردم حجاب رو یک بیگانه میپندارند. از سبب چی؟ به بی‌حجابی، به برهنگی عادت کردن شد. خلاصه از این حدیث معلوم میشه که مردم حجاب رو انکار میکنن، که اینم پیامبر گفتن و این رو دیده شده امروز. این در این طرف اون طرف عالم اسلامی امروز مردم پیدا شدن که حجاب رو انکار میکنن، حجاب رو فریضه نمیدونن و حجاب رو لباس بیگانه میدونن. چه خیلی قید کرده. با یکی دیگر از علامات قیامت است که ابن ابی شیبه روایت میکنه که عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه که اذا رأيت مكة قد بعجت كضائمة ورأيت البنيان على الجبال فاعلم ان الساعة قد اضلتك. یعنی وقتی دیدی که مکه شکافته شد، مثل که همین خانه های چی شکافته می شود، خانه های موش، مثلا خانه های یورمان، خب، و بیناها رو در بالای کوه ها می سوزن، دان که قیامت بالای تو سایه افکنده است. یعنی بینید اینا هم مثلا پیامبر از کجا می دونستن؟ یا عبدالله ابن عمرو ابن عاص خودش که نمیگه این گپ رو، حتما از پیامبر شنیده است، چون که این چیز غیبی هست. بنابراین وقتی که پیامبر این حدیث رو گفتند 1400 سال پیش در مکه یگان نقب وجود نداشت. اینجا حدیث درباره نقب گپ میزنه. نقب هایی که امروز در مکه از حاجی که رفتن میدونن که چقدر در مکه نقب زیاد وجود داره. پیامبر گفتن که مکه به همین شکل گرفتار میشه و این رو به چشم خود دیدی شدیم ما که در حقیقت مکه شکافته شده است، نقبای زیاد شده است و پیامبر هم این رو چی دونستند؟ علامتی قیامت. و دیومش گفتن که خانه های بلند آشیانه ساخته شود بالای کوه ها. اینا هم دیدی شدیم، مثلا اون بینایی که مثلا در اطراف کعبه ساخته شده است. بینید مثلا حدیث مشهور جبریل است که در اونجا آمده است و ان ترى الحفاة العراة العارة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. یعنی میبینی که میگن انسان های پایلوچ، خب، کم بغل، چوپان، گوسپند پای میآیند در خانه سازی، در خانه های بلند آشیانه ساختن مسابقه میکنن. در حقیقت امروز دیدی شدیم این چیز رو. یعنی جاهایی که شاید که خانه های یک آشیانه رو بزرگ می ساختن، امروز 100 آشیانه و 50 آشیانه و خانه های بلند میسازن و با هم دیگر مسابقه دارن. و در کتاب های اطاعت ساخته شده است که کتابو فقط مثلا این در این شهر کلانترین بلندترین بنا اینه، در فلان مملکت، در فلان سرزمین، در فلان کشور فلان بلند است. تا مسابقه بین دولت ها می شود، گرچه که مسابقه علنی هم نباشد. یعنی که بین دیگر که یک نمود رشکی هست که اونها در این بلند ساختن، در بلند آشیانه ساختن با هم دیگر مسابقه میکنن. مثلا بناهایی که در یک دولت خلیجی ساخته میشه دیگرش از هم میخواد بلندتر سازد، که اینا مصداق همین حدیث پیامبر علیه السلام است که برای ما گفتن که یتطاولون فی البنیان، یعنی که در بلند آشیانه ساختن، خانه های بناهای بلند ساختن با هم دیگر مسابقه خواهند کرد. کیها؟ انسانای چوپان. یا 100 سال نه، یعنی 70 سال پیش یه بار نوارا رو تماشا کنید چی حالت است اونجا ها. 50 سال پیش تصور کنید ببینید نوارا رو حیران میشید که چه خیلی انسان‌ها زندگی میکنن، حاضر چی حالت شده که اصلا از سال 70 پیش ببینید که چه خیلی از زندگیشون. و همه این مصداق گفته‌های پیامبر علیه السلام است. این بعضی از اون علامت‌هایی بود که امروز برای شما ما بازگو کردیم و ان شاء الله حلقه‌های دیگری هست که ما در اونجا در اطراف نشانه‌های دیگری قیامت با شما صحبت خواهیم کرد. تا صحبت دیگر در پناه الله تعالی باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.